درود بیننده گرامی، برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی است و من طاهر سفر تا 15 دقیقه دیگر در خدمت شما. امروز سه‌شنبه 30 ایون و نخست سرخط خبرها. در ولایت سوخت تندباد محفل شادی کودکان را به هم زد و 4 کس را زخمی کرد. در گوشه دیگر ولایت یک کودک به هلاکت رسید. همزمان با مذاکرات برای پایان دادن به جنگ امریکا و ایران، سرکوب اعتراضگران و اعدام آنها در جمهوری اسلامی ادامه دارد. فردا خودم معرفی میکنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. تحقیقات رادیو آزادی نشان داده است که ولادیمیر پوتین و الینا کبایوا میخواهند فرزندان احتمالیشان دانش یک اروپایی باسواد را داشته باشند. است مربی آموزگار خصوصی و دیگر پرستاران را برای تربیت 2 پسر اکرا کردند که فرزندان ولادیمیر پوتین و الینا کبایوا میدانند. در شهر خوجند تندباد یک محفل شادی کودکان را به هم زد و بعد از آن که یک کره هوایی را که برای تبلیغات آورده بودند به هوا برداشت و چند نفر را زخمی کرد. حادثه روز 1 ایون و در روز بین المللی کودکان رخ داد و هنوز هم ویدیو از صحنه حادثه در شبکه‌های اجتماعی چرخ میزند و سر و صدای زیادی را هم برانگیخته است. فرزان محمدی همکار ما در سوخت از محلی همین حادثه گزارش می‌دهد. پرواز اشتباهی یا نادرستی یک کره هوایی که از ازبکستان آوردند در مرکز شهر خوجند کمش 3 کس را زخمی و بام 2 خانه را ویران کرده است. مسئولان اداره حالتهای فوق‌العاده جزئیات ندادند. به اطلاع یافته رادیو آزادی، صاحب کره هوایی رستم سیدعلیف پس از معاینه پزشکان از بیمارخانه جواب شده فیروزه ترسونوی 40 ساله همراه کودکش در شفاخانه بستری هستند. این حادثه روز 1 ایون و چند لحظه پیش از برنامه هنری در پیوند به روز جهانی حمایت از کودکان رخ داد. قرار بود در این برنامه هنرمندان معروف و مردم و به ویژه کودکان خرسندی بخشند، اما پرواز اشتباهی کره هوایی مانع برگزاری کنسرت شد. سبب حادثه را تندباد مینامند. نشری به هوا برخاستن کره هوایی و به بینا و اطرافیان برخوردن آن روز 1 ایون در شبکه‌های اجتماعی زود پهن و باعث به سر و صدا گشت. در همین نوارها دیدن ممکن است که یک نفر از داخل آن خود را به بیرون پرتافته است. شرکت فراوان از سازمان دهندگان برنامه هنری در خوجند و کرا کردن کره هوایی از ازبکستان نام بر می شود. مسئولان آن شرکت که به استحصال محصولات غذایی و ساختمانی مشغول است، در صحیفه رسمی خود از رخداد حادثه به گفتهشان ناگهانی معذرت خواسته وعده دادند که برای خوشنودی کودکان برنامه کنسرتی را به زودی برگزار خواهند کرد. سالهای آخر در چند معرکه ایدانه در تاجیکستان از کره هوایی استفاده شده است. سال 2002 در آستانه تجلیل از یک جشن دولتی در شهر استرافشن یک کره از نظارت بیرون شده تا حدود ناحیه شهرستان رفته است. آن زمان 2 خلبان از سردی اذیت کشیده اما جان به سلامت بردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. و در پی کنده شدن بطوط یا لیمپوپو در ساحل بحری تاجیک در شهر گلستان یک نورسی 10 ساله به هلاکت رسیده، 5 کسی دیگر جراحت برداشتند. حادثه شام 1 ایون رخ داده است. در کمیته حالتهای فوق‌العاده به رادیو آزادی گفتند بادی سخت بطوط را که بچه‌ها در درونش بودند از زمین برکنده و بحر انداخته است. بطوط و یا همان لیمپوپو یک وسیله برای بازی بچه‌ها هست که حالا می‌بینید. بعد این حادثه 5 نابالغ را با زخم‌های گوناگون به بیمارخانه بردند و یکی از آنها منوچهر مظفرزاده 10 ساله از شهر کانیبادان به هلاکت رسیده است. جزئیات حادثه معلوم نیست. تاجیکستان در یک ماه اخیر شاهد آفت‌های طبیعی از جمله باد و باران‌های سخت بود. و بنا به گزارش ایران هنوز به طرح سازش پیشنهادی امریکا برای پایان دادن به جنگ بین 2 کشور پاسخ نداده است و بحث و بررسی‌ها سر این طرح در تهران ادامه دارد. یک مقام نزدیک به مذاکرات در ایران و خبرگزاری مهر در آن کشور گفته است که ایران طرح پیشنهادی را با دقت بررسی می‌کند، اما در این میان به گفته حامیان حقوق، جمهوری اسلامی در مدت 2 ماه سازش آتش‌بس با آمریکا سرکوب اعتراضگران را ادامه داده و همچنان آنها را زندانی و قتل می‌کند. جزئیات در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
یکم ایون در ایران 2 مرد در رابطه با اعتراضهای آخر سال گذشته اعدام شدند. مهرداد محمد نیا و اشکان ملکی در حمله به مسجد و تشکیل آشوب گناهکار دانسته شدند. از زمان آغاز عملیات نظامی امریکا و اسرائیل ضد ایران در جمهوری اسلامی کمش 40 نفر اعدام شدند. این عمل باعث انتقاد گروه‌های حامی حقوق از تعقیب روزافزون در ایران گردید. جمهوری اسلامی اعتراضهای مردمی را که در جواب به بدشوی با سرعت وضع اقتصادی و تعقیب حکومت آغاز یافته بودند بیرحمانه پخش کرد. هزارها نفر کشته و به حبس گرفته شدند. اخیراً نفری که در ماه دکبر سال 2025 از اعتراضها نوار برداشته بود به 10 سال زندان محکوم شد. در یک نواری که مسعود پیهو در شبکه‌های اجتماعی پهن نمود اعتراف می‌کند که نوار را خودش برداشته است ولی مسئولیت پخش آن بر دوش او نیست. من فردا خودم معرفی میکنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. فقط یه نکته که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابون جمهوری نشدم، ولی توی بازنشر و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم و هرگز هم قصدی رو نداشتم که اون فیلم پخش بشه. به امید روزای خوب. شارح معین خزائلی سبب دست زدن حکومت ایران به چنین اعمال خشن را شرح داد. اون چه که ما الان شاهد هستیم از اعدام هایی که از آغاز جنگ اخیر تا امروز در ایران اتفاق افتاده، اعمال سیاست استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب هست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در کنار نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران دارن یک سیاست سرکوب شدیدی رو اعمال میکنن که نقش قوه قضاییه اعمال اعدام هست برای اینکه بتونه ایجاد رعب و وحشت بکنه در جامعه، برای اینکه کنترل بکنه جامعه رو از طریق ترس. گروه‌های حامی حقوق تاکید می‌کنند که در دوره آتش‌بس با امریکا و اسرائیل ایران به تعقیب بی‌سابقه سیاسی و امنیتی روی آورده است. در شهر کیف پایتخت اوکراین رفع پیامدهای حمله‌های ویرانگری روسیه ادامه دارد که شب یکم به 2 ایون صورت گرفت و کمش 13 نفر را کشت. نیروهای هوایی اوکراین امروز گفتند در عموم روسیه به این کشور با 73 موشک و بیشتر از 650 پهپاد یا درون به 38 محل به خصوص به کیف ضربه زده است. ویتالی کلیچکو رئیس شهر گفت که در حمله ها به کیف کمش 4 نفر کشته شدند و 58 کسی دیگر به شمول کودکان زخم برداشتند. به قول ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، دهها بنای استقامتی و انشاءات صرف غیر نظامی در حمله ها آسیب دیدند. بیشتر از این حمله ها روسیه هشدار داد که همچنان به شهر کیف از جمله به مرکزهای تصمیم گیری در حکومت ضربه ها را خواهد زد و شهروندان خارجی و دیپلمات ها خواست که این شهر را ترک کنند. در دوام 8 سال گذشته کم 20 شهروند خارجی و اکثر آنها از کشورهای غربی در تربیت و تعلیم 2 کودک سم گذاشتند که آنها را فرزندان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و همسر احتمالی او الینا کابایوا می‌دانند. تحقیقات رادیو آزادی همین را آشکار کرد و با همکارم کیومرسیاتو که این پژوهش را برای نشر آماده کرده است پیش از برنامه خبری صحبتی داشتم و نخست از جزئیات پژوهش پرسیدم. البته طاهر، این پژوهش بسیار بزرگ است و در 2-3 دقیقه همه آن را گفتن نمیتوانیم، ولی معلوم است که دست کم 20 مربی آموزگار خصوصی و دیگر پرستاران را برای تربیت 2 پسر اکرا کردند که فرزندان ولادیمیر پوتین و الینا کابایوا می‌دانند. اکثر آنها از کشورهای غربی از جمله از کشورهای عضو ناتو هستند و همان کشورهایی که با سبب جنگ مسکو در اوکراین با روسیه مخالفت سخت دارند. سندهای به دست آمده یک روزنه وسیع را به یک گوشه زندگی بسیار پنهان و مخفی پوتین
پوتین و کابایوا باز میکنند. الینا کابایوا برنده نشان طلای بازی‌های المپیک در سال 2004 در رشته ژیمناستیک در گزارش‌های رسانه‌ها همچون همسر احتمالی پوتین و مادر ایوان 11 ساله و ولادیمیر حالا 7 ساله معرفی می شود. از مطالعه و تحقیق سند و مکاتبه هایی که گروه تحقیقاتی رادیو آزادی به دست آورد برمی‌آید که این خانواده برای پرداخت مزد مربی و پرستاران صدها هزار دلار خرج می‌کند تا کودکان را نگاهبین کنند و به آنها زبان‌های انگلیسی و آلمانی را بیاموزند. این سندها طوری می‌بینیم از دوره سال 2017 تا اول سال 2026 از جمله قرارداد و مکاتبات آنلاینی، عکس‌ها و محاسبات هر روزه خارجیان را درباره مشغولیت‌هایشان با کودکان در بر می‌گیرند. پوتین 73 ساله از همسر سابقش لودمیلا که سال 2014 از او جدا شد 2 دختر بزرگ دارد، ولی نه او و نه کابایوا 43 ساله هیچگاه نگفتند که همراه زندگی میکنند و یا فرزند مشترک دارند. حکومت روسیه نیز سخت میکوشد تا زندگی خصوصی پوتین را از چشم جامعه پنهان و یا دور نگه دارد. با وجود این بنا به مواردی که رادیو آزادی آموخت، یکی از وظیفه‌های اساسی خارجیان کرایه این بود است که با معاشرت دائمی سطح زبان انگلیسی و آلمانی این دو پسر را به سطح اروپایی‌های باسواد برسانند. شماره بیشتر کارمندان از آلمان و پس از آن از آفریقای جنوبی بوده، دیگران از کشورهای چون بریتانیا، زلند نو، استرالیا و ایرلند و بوسنیا و هرزگوینه آمدند. و سوال دیگر از همکارم این بود که شرط و شرایط کار با این کودکان یا حالا نورسان چگونه بوده است؟ کارمندان با چه کار میکردند یا چی میگفتند؟ در قراردادهایی که رادیو آزادی دیده است آمده است که پرستاران حق ندارند به کودکان دیدگاه‌های دینی، سیاسی یا ایدئولوژی خود را بار کنند. آنها حق ندارند به اجازه پیشکی موضوعهای جنسی را بررسی کنند. در قرارداد در بند علاوه تاکید شده است تحت هیچ شرایطی به موضوعهای مربوط به اقلیت‌های جنسی دست نزنید. مکاتبه‌های سال 2022 نشان می‌دهند که به یک مربی زبان انگلیسی و زنی 58 ساله که در کانادا بزرگ شده و شناسنامه‌های ایرلندیا و بریتانیا را دارد، گفتند که او حق ندارد در وقت خالی خود برای خرید به شهر رود یا که از مکان‌های گوناگون عمومی دیدن کند. با او نوشتن روی خط چیزهای برایتان ضروری را آماده کنید، ما آنها را می‌خریم و پس از پاکسازی و کارکرد با ماده‌های امنیتی به شما می‌سپاریم. سندها نشان می‌دهند که در یک وقت از 4 تا 6 پرستار خارجی در این خانواده کار و بعضی آنها وظیفه‌های گوناگون را اجرا می‌کردند. مثلا هم زبان انگلیسی و هم آلمانی می‌آموزاندند و بعضی دیگر در بست‌ها هم دیگر را عوض می‌کردند. مکاتبه هایی که رادیو آزادی دیده است بعضی جزئیات عادی و روزمره را نیز آشکار می‌کنند، به مانند بحث با یک مربی درباره آنکه آیا او ایوان را پس از رفتن به حاجتخانه در ماه نوامبر سال 2018 به قدر کافی پاک کرده است یا نه. مزد کارمندان خارجی خیلی فرق کرده، با گذشت وقت افزایش می‌یافته است. معاش یکی از آنها از 1400 یورو در یک ماه در سال 2019 آغاز شده، در بعضی موردها به 7000 یورو در یک ماه می‌رسیده است که این البته 6 برابر زیادتر از معاش میانه ماهانه در روسیه در سال 2025 است. همکارم کیومر سیاتو درباره یک تحقیق راجع به فرزندان احتمالی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و الینا کابایوا ورزشکار روس صحبت می‌کرد. پژوهش کامل را هر وقت که خواستید می‌توانید در وبسایت azadi.org بخوانید. و مقامات ناحیه نورآباد به ضد آموزگاری که از لطوکوب شدن شکایت داشت پرونده مأموری باز کردند. مهم جان رحمانوف پیشتر به رادیو آزادی شکایت کرده بود که روز 8 می برادر یک شاگردش او را زد. دو منبع آگاه از قضیه 2 میلیون به رادیو آزادی گفتند که به ضد آموزگار مهم جان رحمانوف بر اساس قسم 3 ماده 90 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری پرونده باز کردند. این بند قانون اجرا نکردن عهده‌داری در مورد تعلیم و تربیت کودک را پیش بینی می‌کند. مقامات رسما شرح ندادند که چرا نسبت به آموزگاری که از لطوکوب شدنش شکایت داشت پرونده باز کردند. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند که آموزگار با آن متهم می‌شود که گویا نسبت به خواننده‌ای که برادرش آموزگار را زد از الفاظ قوی استفاده برده باشد. آموزگار مهم جان رحمانوف دعوا دارد که برادر یکی از شاگردانش او را لطوکوب کرد و هم تهدیدی کشتن کرده است. با پایان برنامه اخبار آزادی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر را هر وقت که خواستید می‌توانید در وبسایت ما در نشانی
azadi.org و در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و تیک تاک ببینید و بخوانید. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید که دیگران بدانند به ما بفرستید، تحقیق میکنیم درست بود نشر می شود. تا دیدار در برنامه های دیگر و روز روزگار به همه شما خوب.